به یاری اهورامزدا. درود بر جوان. واقعا همه باید قدرش رو بدونیم که واقعا این صفا، صمیمیت، شادی رو آوردن بین مردم. من پیامبرم اشو زرتشته و میفرماید که زمین شادی بخشه. اینم بگم که درود بر همه شما. زمانی که بین خانواده شهدا هستم مثل که بین خانواده خودم هستم، چون همه شما رو همه جا میرم، بین مسلمان زرتشتی هیچ فرقی نداره برای که میگم که مخلص-ترین آدما رفتن جبهه، چه اونی که تو باغ سیب میچید با پدرش و چه اونی که واقعا تحصیل کرده بود و مثل پسر من دانشگاه شریف رو تموم کرده بود. خب و یکی به خاطر اسلام رفت، دفاع از اسلام. پسر من به خاطر خاک وطن رفت که ما آرش رو داریم که میگیم به خاطر یک وجب خاک تنش پاره پاره شد. یک وجب خاکی که نگه داره از ایران. سپاسگزارم. من با اتفاق به هر حال با اون هموندانم که هم جانبازن و هم جانباز اونجا داریم، آقای افشاری آزاده جانباز، آقای ایزدی. میشه ببینیمتون آقایونی که اسمی بریم بلندشین ببینیمتون. بلندشین. مرسی. همین بغل دست من بودن. شما آقای ایزدی، هم آقای خرمدین، آقای افشاری. خب هم آقای خرمدین که هم آزادن هم جانباز و خانمشون و دخترم و خانم آقای ایزدی و خانم آقای افشاری و ایشون هم دختر خاله من. بله بله، خیلی خوش اومدیم. خیلی خوش اومدیم. به نمایندگی از طرف همه قوم‌ها و از طرف تمام خانواده شهید و جانباز و آزاده اومدم و درود میفرستم به همه شما و شما آقای رامبد جوان. من مخصوصا میبینم این اگر هیچی رو نبینم ببین خانم اسدی میبینه منو، میبینه خندوانه رو. دیدی؟ ببین زنگ میزنم. و اما فرزندم زمانی که لیسانس عمران رو از دانشگاه شریف گرفت جنگ شروع شد و ایشون من اون دعوا داشتیم، چون من یه پسر داشتم، تنها پسرم بود و 2 تا دختر که الان 2 تاشون دکترن. بعد پسرم با هم دعوا داشتیم آقای جوان. من همه جا گفتم، تو تمام چیزا مصاحبه ها میگم و مینویسم و دلم میخواست که نره به جنگ. یه پسر داشتم اما با هم بحث داشتیم. من همسایه‌مون رو مثل میزدم که اون چطور پسرشو قایم کرد، منم تو رو قایم میکنم. گفت بعد از این که قایم کردی و ایران منو گرفتن، اون وقت من راحت زندگی میکنم. مادر تو فکر میکنی من دیگه زندگی برام میمونه؟ مثل دیگران زندگی میکنم؟ من نمیتونم اونجوری زندگی کنم که دیگران زندگی میکنم. و رفت به جبهه و فرمانده ادوات جنگی بود و این افتخار منه که مهندس تنگه چذابه بود. پل تنگه چذابه رو ساخت که از روش فتح‌المبین بود که پیروز شدن و بعد آزادی خرمشهر. و من افتخار دارم که از دست ریاست جمهور لوح تقدیر گرفتم، به دلیل همین که فرهاد به هر حال همونجا بود و خب دشمن تو تنگه چذابه اونو گیر آوردن، بچه ها رو که 3-4 تا از دانشگاه شریف هم بودن که اون شب شهید شدن. بله، افتخار من اینه که خودش خواست بره، نه کسی زور کرد، نه فشار آورد بهش که تو باید بری، تو نباید و من میگفتم، اما باید و خودش خواست و هدفش مقدس بود.
من یه روزی با بچه ها دوستاش نشسته بودم، دوستای دانشگاه شریف، و صحبت میکردیم. گفتم فرهاد خیلی کار کرد برای جامعهمون، همه جا بود، مددکاری رو پایه‌گذاری کرد تو جامعه خودمون به هر حال تا توانست. برای جنگ زده ها جمع‌آوری کردن، اون موقع جنگ زده بود مسلمون و زردشتی نداشتن، جمع‌آوری کردن پتو، لوازمی که دیگر جنگ زده ها میخواستن. تمام مدت شهرستان بود، بچه دانشجو. گفتم چه کنم که جای پاش بمونه، نمیتونم کاری براش بکنم. گفتن بنویس، و نوشتم. جای پای فرهاد رو نوشتم و یکی از روزها به چاپ چندم رسید، به دلیل که رهبر اولین نمایشگاه بچه ها این کتاب رو گذاشته بودن تو نمایشگاه و وصیت فرهاد پشتش بود. رهبر که رد می شدن بلند کردن کتاب و بلند داشتن وصیت فرهاد رو می خوندن. ببخشید که گفتن یه ایرانی واقعا یه همچین چیزی رو نوشته برای شهیدش. میگفتن بچه ها بعدی که نگاهمون کردیم بعد کارتونای کتاب خالی شد، جمعیت ریختن و نتونستیم جوابگو باشیم برای مسئله. به هر حال وصیتشو اگه اجازه بدیم و وقت هست بخونید. اما البته میخوام جنابالی بخونم. شما بخونید. بخونید. باشه. با افتخار. بله. شما تموم دیگه؟ بله متشکرم، تشویقشون کنید. از 40 سالگی که رد بشین دچار یک عارضه میشین به اسم پیرچشمی. پیرچشمی یکی از ویژگیاش اینه که عینک دور برای نزدیک جواب نمیده. در نتیجه من باید عینکم بزنم بالا. آمده بود مرخصی و بیتابی میکردم که بیشتر بمون. رفت از ساکش یه لنگه جوراب آورد گذاشت کف دست من. گفتم باز شوخی کردنت گل کرد؟ گفت به خاطر این لنگه جوراب اگر هم بخوام دیگه نمیتونم بمونم مامان. یه لنگه جوراب ساده بود، از این بافتنیا، خیلی هم با سلیقه بافته شده بود. گفتم چرا پس فقط یه لنگ است؟ گفت یه روز پیرزنی رو می آوردن پیشش و میگن با اون کار داره. پیرزن میگه تو فرمانده این لشکری؟ فرهاد میگه من الان فقط کوچیک شمام، امرتونه بفرمایید. پیرزن لنگ جوراب رو 2 دستی میذاره کف دست فرهاد و میگه توی خونم فقط اندازه همین یه لنگ جوراب نخ داشتم، اینو بپوش، خدا رو یاد کن، سالم بمون، برو با دشمنت بجنگ. توی چشمام خیره شد و گفت تو مادرمی و اون هم منو پسر خودش میدونی، حرف کدومتون رو گوش بدم؟ ساکت شدم، قدرت نداشتم بگم حرف دلتو گوش کن. این نامه رو لیلا فقط